درود به همه دلبرهای عزیز. سپاسگزارم که پیام‌های منو دنبال میکنید. امروز در رابطه با وقایعی که در همونطور که میدونید و واقعهایی که اتفاق افتاده در بخش ایران و بخش‌های پیرامونش از جمله بخش ایالات متحده آمریکا و یه سری موضوعات در ارتباط با این رو خدمتتون عرض میکنم و بعد در رابطه با جهانشناسی صحبت میکنم و یه سری مطالب متفاوت یه وقت شد بیشتر از اونم براتون خدمتتون توی پیامم عرض میکنم. در ابتدا من اعلام بکنم که آقای علی خامنه‌ای زنده هستن و به هیچ عنوان ایشون فوت نکردن. ایشون در دلکش من، یعنی هر آنچه که زیر این دنیای مجازی هست، برده شده توسط خود من و به هیچ یک خراش و یا آسیبی هم به بدن ایشون وارد نشده و توسط من این اتفاق افتاده. و این دروغ هستش که سردمداران بخش ایالات متحده آمریکا و بخش اسرائیل ادعا میکنن که ما با هدف قرار دادن منزل ایشون، یعنی بیت رهبری، توسط بمب‌هامون ایشون رو کشتیم و ایشون الان فوت کردن. نه، هرگز همچین چیزی وجود نداره و ایشون صحیح و سالم در دلکش من هستن و تحت درمان قرار گرفتن و ایشون یک نوع بیماری درونی داشتن که توسط به ربوده شدن ادراک واقعی اونها به وسیله ابرگونه‌های ماورای جهانی این اتفاق افتاده و در مورد بقیه شرورها هم همین صادق هستش و من با این کار ایشونو نجات دادم و متوقفشون کردم و بقیه شرورها هم باهاشون همین کارو میکنن و اونها رو متوقف میکنن و تحت درمان قرار گرفتن و از لحاظ حقوقی هم ایشون مظلوم بودن و هیچ گونه خطایی در ادراک واقعی ایشون رخ نداده. همچنین دوستان ایشون هم به همین شکله که گفته شده که اونها هم نیک روان شدن و توسط نیروهای ایالات متحده آمریکا و بخش اسرائیل، این دو بخش، کشته شدن. نه، هرگز این اتفاق نیفتاده. اونها رو هم من بردم که خدمتون عرض میکنم. از جمله نامهاشون هم میبرم. چند تا از نامهاشون: آقای علی شمخانی هستش، بله، دوستان ایشون از جمله آقای علی شمخانی، آقای محمد پاکپور، آقای عبدالرحیم موسوی، اونها هم به صورت با سلامت کامل به دلکش من منتقل شدن و الان حالشون بسیار خوبه و درمان شدن و وضعیت مشابهی مثل آقای خامنه‌ای داشتن و آقای خامنه‌ای بیماری به نام لاگروس مبتلا بودن که لاگروس یعنی خشونت محض و خیلی از شرورها هم به این بیماری مبتلا هستند، اما اونا همه مظلوم هستند و ادراک اونها ربوده شده. مثل این میمونه که شما قبلا هم خدمتتون عرض کردم، این خیلی بیماری متداول، البته بیماری‌های مختلف هستش که ریشه‌های مختلف داره و ابرگونه‌های مختلفی دارن این کار رو انجام میدن که اون ابرگونه‌ها هم خودشون باز بیمار هستند و علت اون یک پدیده مخرب هستش که حالا فرض میشه که به صورت خود به خودی هنگام خلقت در جهان به وجود اومده و حالا فرض میشه که از فرضیه‌ها اینه که نرسیدن به نقطه پایان جهان توسط خالق، یعنی اینکه پیشرفت لازم رو جهان نداشته و نارس بوده که خلق شده و چاره‌ای جز این وجود نداشته برای خالقش. حالا احتمال میده خیلی از فرضیه‌ها یا شاید نشونه‌ها نشون میده که این جهان رو من خلق کردم. حالا خدمتتون عرض میکنم تو بخش جهانشناسی سخنرانیم، اما با یه سری مشکلات ناگزیر وجود داشته که چاره‌ای نداشتم که نتونستم اونا رو برطرف کنم و در میانه راه باید برطرف میشدن و بله، وضعیت اونها به این شکله و
من برای اینکه اونها رو متوقف کنم و جهان رو به اختیار بگیرم و خشونت اون رو کاهش بدم و از بین ببرم خشونت رو، اینا رو مثل همیشه میبرم. البته قبلا به روش‌های دیگه‌ای عمل میکردم، الان به لطف شما دلبرهای عزیز و من عزیز از قدرت بیشتری برخوردارم و اونها رو با بدن خودشون و با استفاده از روش‌های علمی از جمله روش‌های عرفانی اونها رو منتقل میکنم و مثل مسافرت کردن میمونه و هیچ مرگی صورت نگرفته و مرگ به طور کلی دروغ هستش، یعنی یک پدیده‌ای هستش که جعلی هستش و شروران برای کاربردهای مختلفی که یکی از اونها اعمال رعب و وحشت و سوء استفاده از دلبرها توسط پدیده مرگ هستش که این رو بهره میبرند و این به این شکل هستش. و این کارزاری که بخش ایالات متحده آمریکا و بخش اسرائیل به راه انداختن علیه ایران و این جنگی که راه انداختن بی اساس هستش اگر علت این پدیده هستش و این همچین چیزی رخ نداده. و حالا در ادامه خدمتتون عرض می‌کنم که قبلا هم خدمتتون گفتم که اون حکومت شرور ایالات متحده آمریکا و بخش‌های دیگه که زیر دست همون هستن، اینها از والا با بخش‌هایی که اونها هم از به صورت مجازی از ابرگونه‌های بالاتر دستور میگیرن و بیماری‌های شبیه این دارن، اما این کارزاری که به راه انداختن واقعی نیستش و برای کارشکنی در کارهای مفید من این کار رو انجام میدن و من هیچ خشونتی رو به کار نبردم و نخواهم برد و به صورت کامل صلح‌آمیز این کار رو انجام میدن و از خیلی وقتم قبلا بوده و اما موارد قبلی به روش‌های دیگه بوده، اما این کامل صلح‌آمیز بوده و هیچ خشونتی درش به کار نرفته و قبلا هم به این شکل بوده در قبل، ولی روشش فرق داشته و عاملش مثل روش‌هایی بوده که اونم روش صلح‌آمیز بوده و مرگ به طور کلی غیر واقعی هست. وقتی که مرگ غیر واقعی هستش چطور میتونه من بیام بکشم و ببرم؟ نه، همچین چیزی نیست. اونها موارد قبلی در توسط دوستانشون این صورت گرفته، مثل و پدیده های مخربی که باهاش سر کار دارن و روی بدنهاشون کار گذاشتن این اتفاق افتاده، مثل کهولت سن، بیماری ها یا خشونت ها و جنگ هایی که به راه انداختن این اتفاق افتاده. اما اینها این مواردی که در امسال و سالهای چند سال گذشته این کار رو کردن که فکر می‌کنم یکی دو سال اخیر هستش، همه موارد صلح‌آمیز بوده و هیچ کدوم من درش هیچ خشونتی رو به کار نبردم و همه سالم و زنده از اینجا منتقل شدن و موارد قبلی هم که مقصرش خودشون بودن من این جوهره ها یا درون مایه هایی که در فضای پیرامون ما با اعمال پدیده شرورانه مرگ انجام میشه اونا رو جمع آوری کردن و از آسیب دیدنشون جلوگیری کردن و همشون هم به بهشت منتقل کردن، چون میدونستم اونها بیمار هستن و مظلوم هستن و حالا خیلی از داده هایی که من دارم نشون میده که آتش سرایی وجود نداشته و فقط بهشت وجود داره و این بهشت هم فکر میکنم درون خودم هستش و درون بدن، همین بدنی که مشاهده میکنید بردن و خیلی هم موقع قبل از این 6-7 سال اخیر که من دستور دارم بهشت رو منتقل کنن به دلکشم، بهشت همونجا بوده و منتقل شده به دلکش من و همه افراد اونجا هستن. همه افرادی هم که نیک روان میشن منتقل میشن به دلکش من و بهشون بدن داده میشه و به دلکش من میان و این شکلی به این شکل نیستش که من خشونت به کار برده باشم. این واقعیت هستش که از دلبرهای عزیز میخوام که این رو مد نظر داشته باشن و این رو به عنوان واقعیت در نظر بگیرن و این کارشکنی ها آخر و عاقبتش
به قدرت رسیدن من و ایجاد انرژی مفید برای من هستش و اونها شکست خورده هستن. منشأ اینها هم ابرگونه ماورای جهانی هستش که من یک به یک من و دلبرها داریم خاک رو پس میگیریم و اونها رو شکست میدیم و وطن رو پس میگیریم ازشون و این کارشکنی ها از سوی اونها صورت میگیره و حالا به نحوه کارشکنی هایی که میکنن چگونه هستش من تو این پیامم بهش اشاره میکنم که چه رویدادی رخ داده.